پولدار و فلان همه چیش تمومه. خود سیک فیسه کجه فقط. آره ولی با نمکه. آره. خیلی باله. خانوما هم که عاشق مردای زبون بازن. زدن تو موزه لوور بعد چجوری با اسکوتر فرار کردن. رفیقای گل خیلی دوستتون چی داریم. باید بگیم اوله؟ نمیدونم یه چیزی باید بگیم که جذاب بشه. مثلا دوستای کندو گیمیمون خیلی به کار داره. چی بگیم؟ شما بگید چی بگیم. چی داریم؟ 4 تا ساب داریم. نه بابا. آره. الان شروع شده؟ چی شروع شده؟ ویدیو اول گذاشتیم دیگه. نه الان داره رکورد میگیره. آره دیگه داداش. پس چی ترندیای قشنگم. سلام. چه خبر؟ خیلی خوش برگشتید به برنامه خودتون. خبر والا خبرهای جنجالی هست امروز. آره حاجی امروز خبر بود اصلا یهویی. زیاد هم جنجالی نیست بجز یکیش. دو تاش. آره خب شروع کنیم. خبر اول که خیلی سر صدا پا کرده خبر پژمان جمشیدی عزیزه. آره حاجی نمیدونم ناراحت کننده باید باشه یا تعجب برانگیز. توی شهرت خب این چیزا خیلی پیش میاد. اصلا چی شده اول بگو شاید. میگن که یکی از هنرجوهاشو برده تو خونه بعد اینجوری که میگن من بعید میدونم والا. میگن یارو رو مدل تعریف کردن اصلا. آره میگن یارو رو برده تو خونه دست و پاشو بسته زده توش. ولی فکر نمی کنم اینجوری باشه. اولا که یارو خب سلبریتیه، ورزشکار بوده، پژمان. آره بازیگره، زنم نداره، مجرده. خب و اصلا نیازی نیست یارو رو تو ببری خونه دست و پاشو ببندی. الان فلج‌ترین آدم روی کره زمین هم که باشی فقط یه ذره سرزبون داشته باشی اون خیلی زبون بازل داشی. یه سلام بکنی به یارو. خوش قیافه و پولدار و فلان همه چیش تمومه. خود سیک فیسه. کجه فقط. آره ولی با نمکه. آره. خیلی باله. خانوما هم که عاشق مردای زبون بازن. الان با این زبون تو بری تو پارک یارو تو جاه سری. بعد اونم پژمان جمشیدی با اون پول با اون درآمد. آخه حاجی یه چیزی هم مد شده تو کشورهای خارجی هم این اتفاق میفته. یارو میره مثلا با فلانی میریزه رو هم بعد انتظار داره که زندگیش کنفیکون بشه بعد نمیشه. من فکر میکنم بعد میاد میگه این به من تجاوز آره من فکر میکنم مثلا رفیقی چیزی بودن با پارتنر هم دیگه بودن. آره یارو مثلا کات کردن یه داستانی پیش اومده یا زده تو یکی دیگه این یارو فشاری شده رفته گفته. حالا من همین الان داشتم میخوندم که میگن اون طرف هم که ازش شکایت کرده اون دخترم بازیگره. تو مثلا فیلم ماجرای نیمروز هم میگن بازی کرده. کنم ولی آره. خب نمیدونم. ولی اسمشو نگفت. این چیزی که تعریف میکنن آخه ببین یه جریان عروسی بود چند وقت پیش. آره. من احساس میکنم که این خبره رو شو کردن یا خیلی بولش کردن که طبق معمول. آره حواسا پرت چه بره روی اون سمت. شما چه خبر؟ حاجی من با چیز خیلی پشمام ریخت با دزدی موزه لوور. خیلی سکسیه. زدن تو موزه لوور بعد چجوری با اسکوتر فرار کردن با یه چیز عجیب و غریب. آره حاجی یه دونه از این نردبون چیزا گذاشتن این نردبونا که میره بالا. آره گذاشتن پشت یه ماشین رفتن از بالکن پریدن تو زدن تو گوش جواهراتو. نمیدونم حاجی 7 دقیقه هم طول کشیده. نه صبح بوده 7 دقیقه 9 قطعه جواهرات ناپلئون بناپارتو دزدیدن. دمتون گرم بابا حلالتون باشه. بعد پاول دوروف اومده گفته صاحب تلگرام اومده گفته که حاجی خیلی هم من تعجب نکردم فرانسه واقعا بگاه رفته. آره فرانسه خیلی جای آره گفته من حاضرم بخرم جواهراتو بدم دبی اونجا چیزی نمیدزدم بدم به لوور دبی. پشت صحنه دارن میخندن. یه کسی که هیچ وقت نمیخنده پشت صحنه داره میخنده. یه خبر نمیدونم میشه گفت حالا ناراحت کننده یا من که تخمم هم نیست ناراحت نمیشم در واقع. هوشنگ نهاوندی رئیس پیشین دانشگاه‌های تهران و پهلوی درگذشت. خدا رحمتش کنه. کلا من با قشر معلم جماعت حال نمی‌کنم. یا ابوالفضل یارو تو پهلوی آره چیز بوده. خدا رحمتت کنه. خدا بیامرزه. لای بقیه خدا رحمتت. چرا معلم حالا؟ جاجی آدمای کسکشیان. حالا نه همشون دیگه من معلم خوب ندیدم. هر چی معلم داشتم کسکش. یه دونه معلم دایم این ویدیو رو دایی خودم هم دایی مادرم هم معلم. ولی یه معلم تاریخ داشتیم توی دوره دبیرستان. بعد این همسایه بالاییمون بود. روز اول اومد خیلی مخصوصه. روز اول اومد
نشست کله کیری ته کلاس، من همیشه ته کلاس میشستم، اومد نشست گوشیشو انداخت جلو من، یه کاغذم گذاشت گفت اینو تایپ کن برای این گوشی دکمه تخمی ها داشت. کاغذ رو خوندم، خواهی کردم شد میام مادرتو میگم مادر جنده، انقدر عصبانی بود آجی نمیتونست تایپ کنه. بعد خیلی معلم شیرینی بود، تنها معلمی که میتونم بگم اوکی بودم باش، فامیلیشو یادم نمیاد، توی برج فرنگیان میشست، خیلی معلم باحال داشتم ولی فقط اون یکی، بقیه‌شون تک و توک توشون خوب هست، کسکش بودن. حاجی من یه معلم داشتم، معلم حرف و فن، آقای محمد نبی، فامیلیش یادمه، بعدن شد پدرزن پسرمون یا اول رفتیم مراسمش، بعد دیدم اونجاست، بعد من اینو انقدر اذیت کردم یه بار منو با کمربند ایمنی پراید زده بود. کسکشید دیگه، خب برای چی میزنید بچه‌ها؟ خیلی باحال بود، بعد خیلی ناراحت شد درش تعریف کردم، گفتم یادت منو زده بودی، داشت اشک میریخت روز عروسی دختر. آقا یه خبر چیز دارم واسه سپر نورایی، مخصوص سپر نورایی، گفتن که هیچ مقدار الکل بی خطر نیست. یعنی شما یه قطره الکل هم بخوری خطر داره؟ گفته روی 25000 نفر تحقیق کردن، نشون داده که حتی مصرف کم الکل هم باعث میشه اون ماده خاکستری که تو مغز داریم اون کم بشه و تو کسخل بشه. آره به گا بریم نخوریم. ببین کلا ضرر داره برای کبد و برای مغز خیلی ضرر داره. برای لثه و دندون و چش و سولاخچون و همه جا ضرر داره. مغز امیر تتلو مثل این آره تو خبرم بود امیر تتلو سکته مغزی رد کرده توی زندان، بعد گفتن که اوکی تکذیب کردن خبر رو، ولی توی یوتیوبش نوشته بود بعد این اتفاق که افتاده مادرش هم سکته قلبی رد کرد. ای وای. کی دست کیه یوتیوب امیر تتلو؟ دست خواهر مادرشه دیگه 100%. اونا یعنی خبراشو می‌نویسن زیاد. آره. امیدواریم که دروغ باشه واقعا این خبر، چون سکته مغزی خیلی چیز وحشتناکه. آره ممکنه که بر نگرده مثلا ما حالت قبلی. آره داش من پدرم این اتفاق براش افتاد متاسفانه، قربونت برم هیچ موقع اون آدم قبلی نشد. امیدواریم که برای امیر اتفاقی نیفته و صحیح و سلامت برگرده بیرون ان شاء الله. تو چه خبر؟ یه خبر گیمینگ دارم. کنسول خاطر انگیز آتاری دوره داره برمیگرده. آره دوره داره برمیگرده به بازار، منتها پرقدرت. یه شرکتی هست اونلی ویژن با آتاری دارن همکاری میکنن، یه کنسول گولاخ دارن میزنن بیرون که بشیم صفا کنیم. کنسول جدیده؟ آره یه کنسول، یه سرویس جدیده، کلا یه پلتفرم جدیده مثل ایکس باکس برگردن دوباره. آره چون ببین تایم ایکس باکس که کلا تموم شد احساس میکنم، خیلی ایکس باکس خودشو کشید کنار دیگه. مثلا ایکس باکس 360 اوکی بود اون تایمی که پلی استیشن 3 اومده بود، بازی‌های خفن آره هم ارزون قیمت بود بازی‌هاش، هم بازی بهتری بود، خود کنسول هم ارزون‌تر از PS3 آره. و الان PS5 مثلا اومده و PS4 و اینا دیگه سرویس محور شدن، یعنی تو هی باید کش بدی، اکانت بخری فلان و بیسار. حاجی در آخر هم که دیگه بلوری شده اصلا نمیشه یه چیز دیگه. من خودم سیستم بازم با. آره حاجی یعنی تو هر دست و بالت بازه. تو الان ما گوستاف سوشیما رو PS5 بازی کردم، من مثلا خیلی حال کردم، ریختیم رو این بابا خایه می‌کنی. حتی تازه این خیلی لپتاپ های اند عجیبی هم نیست، ولی هر چیزی که معمولیه فرو می‌کنی و اجرا می‌کنی. آره دیگه خیلی سیستم بهتره. من همون بچگیام جو سیستم باز بودم، چون هم بازیاش گرونتره کنسول، هم گرافیکش نمیشه. یه بسته میزنی دانلود می‌کنی، خوراکت چیت و این داستانا همه رو با چیت میاری، خیلی حال میده، پول بی‌نهایت. این تو پیرت در میاد تو گوستاف سوشیما بخوای بگردی گل پیدا کنی ببری. من الان 9999 تا گل دارم این تو. چه فایده؟ هرچی هست و خریدم. چه فایده چیه؟ لذتش رو میبرم تو پیرشی تو این. نه دیگه لذتش به اینه که تو اون چیز خفنه رو ته بازی داشته باشی داداش، نه اینکه آخه چیز خفنی نیست، یه لباسه که مثلا میتونی بری رنگ لباس تو عوض کنی و فلان و بیسا. آپگرید شمشیر یزید رو ضربه‌ای که میخوری تاثیر داره. مثلا لباس سبکاش فرق داره. کیلت هم نمیتونم بخورم لباس زنتشه وسط بازی. آقا خیلی حال میده. خیلی امروز راجع به تحقیقات دارم صحبت میکنم. کلا آدم متحققی هست. تحقیق کردن گفتن پسرای خوب اکثرا آره سینگلن. حالا چرا؟ چون روشون نمیشه برن به دخترها پیشنهاد بدن، بعد سینگل میمونن. آخه بحث رو شدن میترسن جواب رد بشنون، قضاوت بشن. من خودم دوست ندارم که چیز بشه، غرور دارن. آره من خودم دوست ندارم مثلا
برم بگم من از شما خوشم اومده فلان، بعد یارو بگه نه، بعد من میشینم با خودم فکر میکنم میگم خب تو مشکلت چیه که یارو گفته نه؟ حالا اون طرف از خارکوسه بازیشه میگه نه که تو بیفتی دنبال کونش هی موس کنی. من خودم اینجور شخصیتی نیستم. یارو میگه نه، با همون نه اولیه میرم تو فکر میگم خب این کسکش گفت نه، من مشکل چیه الان؟ مثلا این تیپی هم نیستم که بیفتم با ماشین یا بیفتم تو پارک دنبال یارو شماره بازی نمیدونم انتر بازی تایمش اصلا گذشته کنی. ولی میکنن این کارو. من رفیق دارم که کسی از اونو پا بده مثلا. آره اتفاقا اینجور آدما رو بیشتر پا میدن آجی. زبون بازی میکنی. حالا است جالب اینه که دخترای خوشگلم تنها تر معمولا، چون پسرا فکر میکنن آره فکر میکنن نمیشه اصلا اینو داستان کرد. دخترای خوشگل ما تنهاییم. بیایید بغلمون. تنها نیستم علی، تنها برید سمت علی. نه بابا تو تنها نیستی؟ نه بابا من حوصله‌شو ندارم. از خوش به حالم. دختر خوشگل بیایید سراغم. بیایید تنهایی سراغش. چه خبر؟ این گونه عرض خدمت شما که یه اتفاق خیلی عجیبی افتاده. باز تحقیق کردن. تحقیق بازیه امشب. تو چین نظرسنجی جمع کردن تو کلی از کشورها، خب که ببینم مثلا تو کدوم کشور مردمشون بیشتر راضیان. تو چین همه راضی بودن از سیستمی که هست. آره به خدا خواهی کردم. و تنها کشوری که همه از دولت و همه از سیاست‌هایی که دارن پیش میبرن راضیان کشورهای چینه. اتفاقا همین چند روز پیش یه خبری خوندم یا نمیدونم یکی بهم گفتن تو چین هم داره کودتا میشه، ملت دارن میریزن بیرون. بعد این خبره رو خوندم. حاجی آخه یه چیزی هم بگم، چین نسبت به مثلا تو 100 سال پیش اگه در نظر بگیری واقعا رشد کردن، واقعا خفنن. ببین الان تکنولوژی الان تو قسمت قبلی هم گفتیم دیگه، باتری نمیدونم اتمی دارن میسازن، گوشی رباتیک دارن میسازن، ماشیناشون که الان یه دونه کامیون من دیدم زدن دیگه اصلا جای سرنشینم نداره. آره دیدم فقط جای باره. آره خودرانه. خیلی خوبه. بعد جدای اون خب تو وقتی تو این چیزا سر آمدی خب شغل توی کشورت زیاده، درآمد مردم زیاده، رواله همه چی. ببین تو از هر جای دنیا که بخوای حساب بکنی، از ایران گرفته تا آمریکا چیزی میخوان تولید کنن، میخوان وارد کنن، چین. آیفون هم دیگه داره میره چین. کاندوم بگیر تا تلویزیون و گوشی و کنسول همه چی هم برات میزنه، یعنی هر چی بهش بگی عینشو برات میزنه. من یکی از دوستای خیلی بهتر از اصلش میزنه. وارد کننده شال روسریه، برام تعریف میکرد. تو آرمان درسته؟ آره آرمان بلادی دوست دارم. تعریف میکنه میگه که میری اونجا اینو میذاری جلوش، میگی من اینو میخوام، از اینی که تو میذاری جلوش 10 تا میذاری جلوت، میگه اینو دارم این قیمته، اینو دارم این قیمته، اینو دارم این قیمته. 10 مدلشو زده. 10 مدلش هست و تو هر کدومو که بخوای از لو لول ترین چیز داره تا های لول ترین اون چیزی که میخوای. آره یه مدت باب شده بود میگفتن جنس چینی به درد نمیخوره به خاطر ایرانی‌ها میرفتن آشغالشو میآوردن. یارو چی میگن بیزنسمنای جاکش ما بود، میرفتن جنس ارزون و مفت میآوردن. بعد یارو میدید میگفت هنوزم همینه دیگه، به درد نمیخوره. چیز آشغال چینو میارن، در صورتی که الان خیلی چیزا رو داره چین. الان فکر کنم اینم چین باشه. لنوو اصلا برندش چینیه. آره میرونی با این کار میکنی خدا. بعد قیمتش مثلا اگه این لپتاپ مثلا ایسوسش 100 میلیونه، لنوو به تو میده 60 میلیون. بهترین کیفیت و بهترین. خیلی هم پرفروشه. اصلا برنداشون کلا پرفروشه. آره خلاصه که اینجوریه، مردمشون خیلی راضیان و خیلی رو به صفاست. بعد براش ارزونتر هم میفته اون تولید کننده که بره با چین کار کنه. آیفونو مثلا من یادم میگفتن که $200 میدن براشون میزنه. گفتیم خفنیه آیفون. درآمد اپل فهم می‌کنی از آیفون 17 چقدره؟ نمیدونم. 35 میلیون تومان به پول ایران. به تومان خودمون حساب کردیم. ایران داره 50 میلیون تقریبا میگیره که فقط ریجسترش کنه. یعنی از خود اپل که طراحی میکنه، این همه تکنولوژی آورده روی این دیوایس و این همه داره چونش پاره میشه میسازه و پخش میکنه و این همه استور داره، ایران داره بیشتر گمرکیش میگیره. خدا وکیل. چرا؟ خیلی لاشید بابا. الان واقعا مثلا یه آدم میره 100 میلیون پول رایج مملکت رو میده یه آیفون 17 نورمال میخره،
چرا باید بره 50 میلیون پول بده رجیسترش که مثلا زنگ بخوره فقط نت داشته باشه؟ خیلی نامردیه. آقا من یه دونه چیز دیدم، حالا اگه ویدیوشو داشته باشم براتون میذارم اینجاها که ببینید. یه دستگاه ساختن میبندی به پاد، بعد میشه باش رو آب راه رفت. حاجی من فکر میکنم AI زده اون ویدیو رو. میدونی چرا؟ آره من چند تا ویدیوهای مختلف دیدم. بعد اگه این اتفاق درست باشه و این اتفاق حقیقت داشته باشه، اصلا یه کنفرانسی را میندازن که کل دنیا رو خبر میکنن. خب میگیری چی میگم؟ یعنی شاید مثلا تو تلویزیون خودمون هم خبرش بیاد، چون خیلی چیز خفن و بزرگیه. خیلی خفنه. این کلیپایی که من ازش دیدم کلیپای مثلا خیلی دیگه بهتره کنه 30 ثانیه‌ای توی اینستاگرام. ولی یه چیزی بگم اون خبری راجبش نخوندم. اون ویدیوهایی که من دیدم دورش پر آدمه. آره دیدم دارن عکس میگیرن. آره من حتی یه ویدیو دیگه دیدم یارو رو دریا داره راه میره، ولی 30 ثانیه است، 15 ثانیه است. خیلی دریا رو رفتن دیگه، خیلی عجیب غریبه، خیلی خطرناک شده AI. معلوم نیست، من خبره و اصلی ازش نخوندم. من آمارشو در میارم. آره ببین چه جوری که برنامه بعد اعلام. آره یه خبر خیلی خایه کنمی بهتون بدم. سخنگوی دولت گفته اگه اسرائیل به ما حمله نمی‌کرد فیلترینگ رفع می‌شد. چه ربطی داره؟ اون نمیخواد کاریو بکنی چرا میندازی گردن یکی دیگه؟ الان مثلا فیلترینگ رفع میشد یا نمیشد چه فرقی داشت؟ نمیدونم. تو حمله اسرائیل مثلا گفته حالا که حمله کردن. حاجی من چیزی رو نمیفهمم. الان مثلا فیلتره، الان ما خودمون از یوتیوب لایویم داریم برنامه میدیم، لایو نیستیم. اومدیم لایو شیم حاجی، گفت باید 50 تا ساب تا 50 تا شید دیگه لاشی. آره 50 تا شید لایو میشیم. 50 تا الان مثلا کی الان مشکل داره تو دسترسی به یوتیوب، دسترسی به هر چی، اصلا سایت پورن بخوای که اصلا ببین هست، تلگرام همه توشن. قبلا که فیلتر نبود خب خیلی سخت میشد دسترسی پیدا کنی به سایت پورن. خب الان دیگه همه فیلتر شکن دارن. الان از بچه 6 ساله که کسشه، از بچه 8 ساله فیلتر شکن رو گوشیشه تا مرد 90 ساله. الان یه سالش 500,000 تومان میدی. یارو داره میگه من که فیلتر شکنم نصبه. تو این اینستام هستم که هی دارم کسوکون میبینم، حال مالم بده. خب یه پورنابم بزنم اینجا برم یه صفایی بکنم دیگه. بیشتر شده. بدتر شده، بیشتر شده. مفته آخه فیلتر شکن چیزی گرون. الان نت گرونتر از فیلتر شکن. بابا میری جامپ نصب می‌کنی. بابا تو جامپ ساعت می‌خوای حالا تبلیغ نکن بابا میبندنش. فاک وی پی. من دیگه خبر ندارم. یه خبر آخر بدم که خودم خیلی دوستش دارم و خیلی خوشحال شدم. اسم شبکه‌شو نمیدونم، هولو فکر کنم یا هولو. آره. درسته؟ یه شبکه‌ای هست به اسم هولو که چراغ سبز نشون داده به ادامه ساخت سریال فرار از زندان. بابا اینو یه بار دیگه هم اومدن یه سیزن ازش ساختن، کیری بود. دیدی اونو؟ آره این شبکه نساخته بود آجی. این شبکه خوبیه، من بهت قول میدم. آخه چی شو دیگه میخوام بسازن؟ سریال خفنیه. قرار بودش که چیزش کنن، قرار بود ریمستر میگن، ریمیکش. آره میخواستن داستان همون باشه، اون تو شخصیت‌ها و بازیگرا رو عوض کنن. اصلا تو میتونی ولی اسکافیلدو کسی دیگه دیگه به خاطر همون دارم میگم. به خاطر همون این شبکه اومده گفته که ما ادامه اون تیبگو میتونی کسی دیگه ای در نظر بگیری. عجب سریالی بود، خیلی خفنه. ببین اون قسمت تو فصل جدیدش هم باحال بودا. ولی بودن توی کشور اسلام عراق بودن. آره سومالی بود فکر کنم یا همچین جایی بود. مسلمون بودن ولی آره. صدا اذان و اینا میومد. اونم باحال بود. ولی خب ما چون اون خفنه رو دیده بودیم، بعد تو الان اونو تو اون تایم دیدی که سریال خفن نبود واقعا. لاست و نمیدونم این چیزا بود. آره. خب انقدر سریال نبود. ببین اولین سریالایی بودن که اومدن اینجوری ترکیدن که لاست و این خیلی خفن. هیروز بود. هیروز نمیدونم دیدی یا نه، اونم خفن 24 ساعت و اینا بعدش اومد. آره تو اون تایم خیلی خفن بود. بابا به قرآن همین الانم بری ببینی خفنه. آره باگ زیاد داره ولی باحاله آجی. اینکه اصلا اینکه یارو تتو کرده بود نقشه زندان رو بدنش، خیلی چیز عجیبه. ایده عجیبیه. این گونه شد که این برنامه ما، امیدوارم خوب بسازنش. آره خوب میسازنش. این شبکه خفنیه. امیدوارم. این گونه بود که این قسمت از برنامه ما به پایان رسید. گلای تو خونه زیبا. زودتر 50 نفر بشید تو این لایو بشینیم با هم صحبت کنیم که بشیم 50 تا. خیلی از پشت صحنه میگن که 5 تا شدن.